هالو، به یه ویدیو دیگه از کانال جمع‌آموز خیلی خوش اومدید. تو این ویدیو میخوایم با هم دیگه یه سایت رو بررسی کنیم و با هم دیگه یکی از تمریناش رو حل بکنیم. سایتی که میخوایم بررسی کنیم دویچ پرفکت هستش که یکی از معروف مجلات توی آلمان برای یادگیری زبان آلمانی. وقتی وارد این سایت میشین بخشای مختلفی داره که یکی از بخشاش هستش دویچ اوبن. توی این بخش اگر وارد بشید شما میتونید مثل این تمرین ببینید. خب ما میخوایم این تمرین رو با هم دیگه امروز حل کنیم. لطفا کانال رو سابسکرایب بکنید، به خاطر اینکه از این به بعد سعی میکنیم که یه سری متن رو با هم دیگه بررسی بکنیم، اخبار رو بررسی بکنیم و مخصوصا مجلات رو با هم دیگه بخونیم، قسمت های جالبش رو و ترجمه هم بکنیم. خب میدونید که یکی از راه‌های خیلی خیلی موثر توی یادگیری زبان، حداقل برای من خودم اینجوری بوده، لیزن بوده و با لیزن شما به نظر من خیلی دایره لغاتتون میتونه بالاتر بره. حالا ما کاری که میکنیم، بعضی از این قسمت ها رو من میدم به هوش مصنوعی که برامون با انگار یه لهجه نزدیکتر به لهجه آلمانی بخونه یه دور. بعد حالا من خودم هم طبق تجربه‌ای که دارم تو این چند سال میخونم و با هم دیگه بررسی میکنیم و تمرین رو حل میکنیم. این تمرین چی هستش؟ اسمش این وون سیما یعنی اتاق نشیمن، یعنی در اتاق نشیمن، که یکی از تمرین‌هایی بوده که مربوط به اوبونگز هفت یا همون دفترچه تمرین 2025. احتمالاً این حالا آلمانی اینجوری تاریخ نمیزنه، معمولا نقطه داره، ولی همون فوریه 2025 چون الان تو ماه فوریه هستیم. بعد بریم این تمرین رو بدیم اول یه دور هوش مصنوعی بخونم. دینگ این وونسیما. Was passt nicht, markieren Sie. Auf dem Teppich die Stehlampe, der Sessel, die Jalousie, die Couch. 2 am Fenster das Rollo, die Gardine, die Fernbedienung, der Vorhang. 3 zum Sitzen, das Sofa, der Schaukelstuhl, der Sessel, die Zimmerpflanze. 4 an der Wand, das Kissen, das Bild, die Steckdose, die Tapete. 5 rund ums Sofa, die Spielkonsole, die Couch, der Couchtisch, das Kissen. خب ما باید اینجا انتخاب بکنیم که چی مناسب نیست. مثلا آفتم تپیش، باید ببینیم که روی فرش چه چیزی، چه کلمه این نمیخوره. دیشتی لامپه، این لامپ آباژوری که اینجاست یا لامپ های قدی رو میگن. دی زسل، به این مبلای تک نفره میگن زسل. دیالوزی پرده کرکره‌ای گفته میشه که قابلیت تنظیم داره برای نور. با این داستغلویی که اینجا میبینیم فرق میکنه. داستغلو فرقش اینه که شما میتونی از بالا یا پایین بکشیش و معمولا جنس پلاستیکی یا پارچه‌ای داره، ولی یالوزی یه سری تنظیم از این بندا داره که شما میتونید تنظیم کنید این زاویه بین این کرکره هاش رو. این فرقشه. یه دونه قلادن هم داریم که قلادن به اون کرکره هایی که از بیرون گذاشته میشه که هم برای اینه که کاملا جلوی نور رو بگیره و گاهی اینا عایق صدا هم هستن. هم توی تابستون کاربرد داره، هم توی زمستون، چون عایق گرما هم هستن. خب روی فرش چی نمیخواد؟ دیکاوچ هم که این که اینجاست تو بهش میگن دیکاوچ. اگر حالت کاناپه یا مجلسی طور باشه بهش میگن داست زوفا که همون کاناپه ما میشه تو فارسی. خب کدوم یکی از اینا قرار نمیگیره روی فرش؟ خب مشخصه دیالوزی، پرده کرکره کنار پنجره است. آمفنستا یعنی کنار پنجره. داسخلو رو که توضیح دادم. گاردینه به این پرده هایی میگن که نازک و نور ازشون رد میشه، مثل این قسمت که دارید میبینید. و دفورهنگ معمولا به پرده هایی گفته میشه مثل این که پررنگن و جلوی نور رو بیشتر میگیرن یا شاید کاملا جلوی نور رو بگیرن، گرچه اینها هم شاید همون فورهنگ بهشون گفته بشه، ولی این دوتا با همدیگه فرق دارن. یعنی مثلا این هستش دیگاردینه، این هستش دیا فورهنگ. اگه خواستید نمیگم مثلا فروشگاه چیزی مثل ایکا برین، خب میتونید اینا رو از هم دیگه به این صورت متمایز کنین. دیفرن بدینونگ که خب به پنجره ربطی نداره، این کنترلی که دست این خانومه اینجاست، ما انتخابش میکنیم. شماره سومزیتسن یعنی اینکه برای نشستن. خب داست سوفا که گفتم همون کاناپه. در شاوکلشتول این صندلی که اینجاست و معمولا از این پایه های گهواره‌ای داره. شاوکلشتول یعنی صندلی گهواره‌ای. در زسل هم که گفتم این میشه. و دیت سیما پلانسه
سیما فلانسه اینجاست، بهش میگن، به گیاهای آپارتمانی میگن سیما فلانسه. در نتیجه خب جواب ما میشه سیما فلانسه، چون برای نشستن استفاده نمیشه. آندیا واند شماره 4 داس کیسن، همین اول این کوسن یا بالشت بهش میگن. بنابراین ما خب انتخابش میکنیم. داس بیلد که میشه تابلو، دیشتک دوزه به این پریزای برق میگن، و دی تاپته خیلی ساده است، به کاغذ دیواری میگن دی تاپته. روند زوفا، اطراف کاناپه یا همین مبله مثلا. حالا اینو هم میگم کاناپه نمیشه در نظر گرفت. دی اشپیل کنزوله، همون وسیله بازی. خب معلومه وسیله بازی معمولا توی میز تلویزیونن. دی کاوچ که گفتیم این میشه در کاوچ تیش، و این میز جلو مبلی رو بهش میگن. داس کیسن هم که صحبت کردیم در موردش، و جوابمون شد دی اشپیل کنزوله. خب اینو اوبا پروفنش میکنیم. خب جوابا درسته. این جوابا رو من توی کانال تلگرام قرار میدم، لینکش هم داخل دسکریپشنه. یه سری چیزای جذاب دیگه هم داخل کانال تلگرام هست، شما میتونید اونها رو هم ازش استفاده کنید. یه سری اخبار هم میذارم روزانه با ترجمه فارسی. خب بریم سراغ سوال دوم. یه نکته‌ای که داره این تمرینا، مثلا این تمرین نوشته میکس، یعنی اینکه این تمرین ساده بود، لایشت بود، سطح A1 A2، و این تمرین میتله، مثلا B1 به بالا میشه. umgezogen. خب من نمیخوام وارد بحث umgezogen بشم، ولی خیلی خلاصه که این پاسیو سوای فعل umziehen هستش و دو تا معنی مختلف میتونه بده. یک، اگر فعل انعکاسی باشه با زیش بیاد میشه لباس عوض کردن، و umziehen خالی هم که میشه اسباب کشی کردن. اینم مربوط به اساس کشی کردن هستش. اینجا گفته welches verb passt ergänzen Sie in der passenden Form. خب ما یه سری فعل داریم اینجا: stellen, hängen, stehen, liegen, schieben, kommen. باید این فعلا رو با حالت مناسبشون، پسندن فرمشون اینجا بنویسیم. خب میریم سراغ اولی. دی لامپ موسن ویا نخ آن دی دکه. لامپو چیکار میکنن؟ هنگن میکنن دیگه، آویزونش میکنن. خب ما میایم اینو خیلی راحت کپیش میکنیم، اینجا پیستش میکنیم. سوال بعدی Ich weiß noch nicht wohin das Bild kommt. یعنی من هنوز نمیدونم این تابلو کجا قرار میگیره. Es am besten erst einmal auf den Tisch. خب میگه که اینجا معنی گذاشتن یا قرار دادن نیاز داریم ما. خب فعلی که ما اینجا نیاز داریم میتونه دو تا فعل باشه، به صورت کلی میگم. یکی لیگن هستش، یکی لگن هستش. ما اینجا فقط لگن رو داریم، ولی چون ما فاعل رو نمیبینیم، یعنی کننده کار رو نمیبینیم، این نشون دهنده است که این جمله میتونه امری باشه یا ایمپراتیو باشه. و چون ما دوباره ضمیر ویا رو نمیبینیم، باید این لگن رو تبدیلش کنیم به دوم شخص ایمپراتیو، و ما لگ اس am besten erst einmal auf den Tisch، یعنی میذاریمش یا بذارش مثلا روی میز. سوال سوم den Fernseher wir in den Schrank. چون فاعل داریم میخوام قرارش بدیم اینجا بین اشتلن و اشتیهن، اشتلن میخوره بهش، چون مفعول داریم و هم فاعل داریم، اینجوری بگیم بهتره. فعل اشتلن فعل ترانزیتیو هستش، یعنی فعلیه که نیاز به مفعول داره. wir stellen den Fernseher in den Schrank یا den Fernseher stellen wir in den Schrank، میشه جابجاش کرد. خب میریم سراغ بعدی. hilfst du mir bitte das Sofa in die Ecke zu، جای خالی. alleine schaffe ich das nicht. میگه که لطفا کمکم کن اینو هلش بدیم به اون گوشه، تنهایی نمیتونم انجامش بدم. هل دادم میشه شیبن، سوشیبن، یا به جلو راندن هم معنی میده. سوال پنجم die Stehlampe gut dort in der Ecke. اینجا میشه از این نشتهن استفاده کرد. خب بخوایم صرفش کنیم برای سوم شخص میشه steht gut dort in der Ecke. die lassen wir da، میذاریمش اونجا باشه. خب سوال آخر در راستای ادامه همونه قبلی هاست.
Und dieses Kissen جای خالی auf Sofa. اینجا باید دقت کنید، ما دیزز داریم میبینیم. این یه نشان دهنده است که ما این کلممون شاید به جمع بخوره ولی کلممون مفرده، داس کیسن هستش و در مورد یه بالش داره صحبت میکنه. پس فعلی هم که باقی مونده فعل کومن هستش، میگه این قرار میگیره روی مبل، جاش روی مبله. دانزند وی فرتیش، میگه پس ما تمومیم دیگه. خب اینا رو بررسی میکنیم، امیدوارم که درست باشه. بله این هم درسته. این هم اسکرین شاتشو میذارم توی کانال تلگرام، لطفا اونجا رو هم دنبال کنید. این کانال رو هم سابسکرایب کنید. کامنت یادتون نره، اگر جای اشتباه کردم لطفا منو اصلاح کنید. هر کسی میتونه اشتباه بکنه. ممنون که این ویدیو تا انتها دیدید. وقت بخیر و خدا نگهدار. چیوس.